سلام و عرض ادب خدمت دوستان. یه موردی هست در مورد این آمپولی‌های بازاری این چینی ها. دوستان از چند بار من تاکید کردم به این مسئله و حالا باز توضیح میدم خدمتتون. یا شما میاید ما این آورده مشتری گفته سوخته و حالت پروتکشن بوده، رفتیم نگاه کردیم دیدیم 4 تا میدرنج بسته، یه جفت سوپر فیلتر و یه دونه صاف. شما بیا دوربین یه ذره جلو. دوستان عزیز، این آمپولین که با این ترانس کوچیک و با این خازن‌های کوچیک هیچ وقت نمیتونه این فشار رو تحمل کنه و زده این ترانزیستورها سوخته و چون حالت پرودکشنش سریع عمل کرده حالا آسیب زیادی ندیده ولی 4 تا 6 تا ترانزیستوراشو سوزونده. خواهشی دارم این برای یه جو فکر کنم باند و یه جو فیوتر یا مثلا یه ساب بس تعبیه شده و بیشتر از این فکر نکنم توانی داشته باشه که خودتون ملاحظه میکنید. خیلی ممنون از همراهیتون. خواستم فقط همین رو بگم که در نظر داشته باشید از این آمپولیا میخرید زیاد ازش توان نکشید. خدا نگهدار.